برای اینکه من در همین کتابی که شما از سر لطف بهش اشاره کردید مال شاه و در یک زیرنویسی در هویدا بهش اشاره اجمالی کردم، حالا در کتاب شاه اون زیرنویس رو خیلی تونستم برش تحقیق زیادتری بکنم و در واقع میشه اونجا با قاطعیت بیشتری گفت. من اونجا تو زیرنویس گفتم که سفیر وقت آمریکا در ایران به من در مصاحبه گفت که فکر اونچه که به عنوان دکترین نیکسون گفته میشه اول بار در ایران از طریق شاه با نیکسون مطرح شد. خب آقای دکتر، چون خیلی از جوان‌ها ممکن اصلا ندونن دکترین نیکسون چیه، چون مربوط به موضوع مهمی میشه که بعداً میدونید که در دوره انقلاب تمام انقلابیون چپ راست مذهبی و حتی الان این مسئله ژاندارم منطقه رو به شاه نسبت دادن و اینکه شاه نوکر آمریکا بود و در حقیقت نوکری اونا رو میکرد، در حالی که این چیزی که شما مطرح کردید خب کاملا خلاف این بود. یعنی این ایده بوده که شاه مطرح کرده. حالا این دکتر نیکسون رو مطرح کنید و اینکه چطوری شاه تونست این ایده رو به جا در حقیقت جا بندازه که بتونه اون نقش رو بگیره. ولی اینکه حالا اون بخش رو هم اگر اشاره کنید بد نیست. در اینجا در حقیقت بین انگلستان و آمریکا یه تضاد سیاست به وجود میاد، ولی میخوام ببینم دلیل اینکه انگلیس مایل نبود ایران قدرت فائقم باشه اونم بعد توضیح بدید. بفرمایید. ببینید دکتر نیکسون دکتری نیست که بعد در رسما در فکر میکنم 1970 تاریخ دقیقش یادم نیست، در یک سخنرانی مهمی که نیکسون در گوام کرد، در جزیره گوام کرد، رسما آغاز این دکترین رو اعلام کرد. بر اساس این دکترین دولت آمریکا توان این که در همه مناطق دنیا نیرو مستقر کنه و جلوی اغتشاش‌های محلی رو بگیره. گاهی این اغتشاش‌ها جنبش‌های ملی هستن، گاهی جنبش‌های کمونیستی بودن. این به هر حال جاهایی که آمریکا احساس می‌کرد باید مداخله بکنه. نیکسون میگفت ما دیگه توان این که همه دنیا رو از این طریق پلیسش باشیم نداریم. وضع اقتصاد آمریکا در 1970 به شدت بحرانی بود. آمریکا به این نتیجه رسیده بود که توان در واقع ادامه نظام مالی بعد از جنگ جهانی دوم رو نداره. 1944 در شهر برتن وودز یک قانون جدیدی، در واقع یک نظام بین‌المللی جدیدی ایجاد شد که در اون آمریکا به متحدونش قبولوند که دلار رو همسنگ طلا تلقی بکنن با عنوان پشتوانه ارزی خودشون. آمریکا تقبل کرد که هر وقت این کشورها بخوان دلار خودشون رو میتونن برابر یک نرخ ثابت طلا از آمریکا طلا پس بگیرن. این بهش قرارداد برتن وودز میگن. تو این 1970 آمریکا متوجه شد که مقدار پولی که خارج از آمریکا دست ژاپن، دست اروپایی ها افتاده به غایت بیشتر از اون طلایی است که خود آمریکا داره. و تو اون زمان دوگل اومد و در واقع پیشگام شد در اینکه بگه ما دلارامون رو نمیخوایم، ما میخوایم طلا بگیریم. در اینجاست که نیکسون دو کار میکنه. یکی دکترین نیکسون رو مطرح میکنه که در واقع خرج کمتری آمریکا در خارج از آمریکا بکنه و این پولهای دلارهای آمریکایی بره مثلا تو اروپا در دست از طریق سربازای آمریکایی که تو اروپا بودن. آمریکا اون زمان چیزی نزدیک به 100,000 نفر فقط در آلمان داشت سرباز. به جای اون دولت‌های مرکزی قدرتمند بشن و بتونن کنترل حفظ بکنن. یه تصمیم دیگرش هم این بود که البته یه دفعه اعلام کرد که ما قرارداد برتن وودز رو کن یکان اعلام میکنیم و حاضر نیستیم بهتون دلار بدیم، طلا بدیم، هر کاری میخواید برید بکنید. یعنی یه کار خیلی عجیبی بود، ضربه عجیبی بود که آمریکا در واقع به متحدانش داد. ولی اون از بحث ما خارج میشه. دکتر نیکسون این بود و مهمترین تجلیش هم در واقع دو جا بود. یکی در ویتنام، برنامه این بود که ارتش
شمالی رو تقویت بکنن، جنوبی رو آقای دکتر، جنوبی رو معذرت میخوام، که بتونه در مقابل ویتنام شمالی وایسه. دومین تجلیش در ایران بود و دیدیم که تقویت ارتش ایران در 72 مثلا 1 تا 5 دو پیامد بسیار بسیار مهم داشت و اگر این دکترین نبود خب آمریکا یا انگلیس مجبور به دخالت مستقیم در این منطقه بودن. مهمترینش قضیه ظفار بود. یه جنبش کمونیستی در ظفار در عمان پا گرفته بود، بخش مهمی از عمان رو در دست داشت و خب عمان رو غرب نمیتونست به اجازه بده بیفته دست دولت کمونیستی. تمام خلیج فارس، تمام تنگه هرمز به دست کمونیست‌ها میافتاد. به جای اینکه آمریکا در اونجا نیرو بفرسته چون ویتنام، به جای اینکه انگلیس در اونجا نیرو بفرسته چون مثلا قبلا در مصر کرده بود یا در یمن کرده بود، این بار ارتش ایران بود که رفت و ظفار رو، جنبش ظفار رو، کمونیستی ظفار رو سرکوب کرد. این خب بیش و کم دانسته است. نکته دیگری که کمتر دانسته است و اسناد و شواهدش همین چند سال اخیر در اومده این است که بین 71 تا 75 ایران، اسرائیل و آمریکا در یک طرح مشترکی کردهای عراق رو تقویت میکنن برای اینکه بتونن صدام رو که داشت در عراق پا میگرفت و شوروی رو که داشت در عراق پا میگرفت تضعیف بکنن. به قاطع به نظر من میشه گفت که دوباره برخلاف تصور رایج این شاه نبود که به دنبال فرامین اربابش به اصطلاح آمریکا این ماجرا رو در کردستان راه انداخت، یا این شاه نبود که به دستور اربابش در اسرائیل این کار رو کرد. برخلاف این تصور در 71 این شاه هست که این طرح رو به آمریکا و اسرائیل میده و به اونها میقبولونه و بعدم خود شاه هست که اصلا تصمیم میگیره در 75 یک دفعه این حمایت ها رو از کردها متوقف بکنه و البته این تصمیم هزاران کشته در کردستان باقی گذاشت برای اینکه مرزهای ایران رو بستن و کردهایی که حالا دیگه کمک آمریکا، ایران و اسرائیل نداشتن نمیتونستن فرار بکنن. ولی یعنی آقای دکتر در حقیقت شما مطرح میکنید دو تا طرح اساسی، یکی مسئله اینکه ایران در حقیقت قدرت فائقه بشه در منطقه خلیج فارس و طرحی که در ارتباط با مولا مصطفی بارزانی و تقویت کردها در مقابل صدام بود. این ایده بوده که شاه مطرح میکنه و آمریکا و حالا در مورد عراق اسرائیل قبول میکنن که این طرح خوبی است در مقابله با مثلا شوروی و در عین حال در مقابله با بحران اقتصادی که آمریکا باش مواجهه. دلایل شاه، حالا این سوال اساسی این هست که حالا در مورد اول رو اگر توضیح بدید، مسئله حضور قدرت فائقه ایران در خلیج فارس، این طرح از لحاظ دید شاه، چون به نظر میسه این ایده خود شاه بوده، چه کمکی به منافع ملی ایران میکرده؟ یعنی اگر الان با این دید نگاه کنید، این دیدگاه و این استراتژی که ایران قدرت فائقه باشه چه سودی برای ایران داشت در اون موقع؟ ببینید اینا در من دو سه تا سوال دیگر هم هست که در دل این سوال نهفته است و اگر بخوایم دقیق تر بهش جواب بدیم، اگر نخواهیم بر رسم رایج روز در بسیاری از رسانه های ایرانی هرچه دل تنگ اون میخواد بگیم، باید با دقت بیشتری چیز کرد. یه سوال این هست که آیا قدرت فائق شدن در خلیج فارس بخشی همسو با منافع ایران به عنوان یک ملت هست یا نه؟ من فکر می‌کنم شما نقشه جغرافیایی خلیج فارسی که ببینید تردیدی نیست که ایران به لحاظ جغرافیاش، به لحاظ اندازه جمعیتش، به لحاظ میزان تحصیل کرده هاش، به لحاظ بنیه اقتصادی، سابقه ملت بودنش، یک حالت قدرتمندتر بودن در منطقه کاملا داره.